سلام داداش، راجع به استایل موهات اون توضیح میدی؟ بله. خب این تر که من زدم این شعله آتشه، بهش میگن سبک تریبال و اینم بهش میگن سبک پانچی. دراگون استایل. دراگون استایل اون اژدهای بیچاره تو رو ببینه که اشهدشو با صوت میخونه، بعد 7 سکته پشت سر هم میزنه، بعد میمیره. این رو کردی آتیش به قول خود، اون رو کردی تریبال، وسط چرخنده کار گذاشتی، اژدها غلط بکنه یا همچین سیسی داشته باشه. نکن این کار. اون اژدهای بیچاره هم ناراحت نکن. میخوای دختر جذب کنی قربونت، برو کچل کن. کچل کن، یه روغن هم بزن روش، یه ذره نور ازش میزنه بیرون، همچین نورانی میشی، دخترها بیشتر نگات میکنن. نه خودتو شبیه جامدادی بچه‌ها میکنی، بعد اسمم در میاری میذاری روش. این قشنگ نیست. خلاقی، خیلی خلاقانه فکر میکنی، ولی رو کلت این کارو نکن. رو رنگات هم یه ذره تجدید نظر کن. اون چرخنده ها رو به کوبی تو کوه و میشکافه. دخترها دوست ندارن این.